از نظر من چیزی که بدیهی هست شهامت مردم هست که در مقابل نیروهای تا دندان مسلح رژیم جمهوری اسلامی ایران دیروز و امروز نشون دادن و ایستادگی کردند، مقاومت کردند. همبستگی هست که در سایر شهرها با مردم سراوان ایجاد شده و موضوعی که اینجا باید بهش اشاره کرد سکوت متاسفانه و نمایندگانی هست که با رأی همین مردم رفتند و در مجلس ایران الان هستند، ولی متاسفانه تا اکنون هیچ گونه بیانیه، هیچ گونه سخنی از طرف اینها متاسفانه نیومده و این نشون میده که تا چه حد ما باید دنبال یک راه حل اساسی برای مشکلاتی همچون این اتفاقاتی که دیروز و امروز در شهرستان شصتون افتاده باید باشیم. تا زمانی که ما به دنبال رژیم جمهوری اسلامی به دنبال شرکت در انتخابات گزینشی و نمایشی که رژیم انجام میده باشیم، وضعیت ما هیچ تغییری نخواهد کرد. امیدواریم که نمایندگانی هم که هستند این مسئله رو اونجا در تهران، گرچه مطمئنیم که سیاست کلی رژیم بر همین منوال هست که مردم بلوچ رو سرکوب کنه، ولی امیدواریم که بتونند در واقع سخن مردم بلوچ رو بسیار ممنون و متشکر جناب آقای رئیسی. وقت شما تمام شد در این بخش. جناب آقای امیری، شما در 2 دقیقه صحبت شما به نمایندگان مجلس خصوصا چیست؟ بله، ببینید به قول بلوچی مسئله داره، میگه گوزند سارتین زمستانی شب زگال روسیاهی نام مانید. خطاب نماینده های محترم، ببخشید من این مثال رو در این باره میزنم، ولی ببینید دوستان، این دوره 4 ساله تمام خواهد شد و اون چیزی که برای شما باقی خواهد موند عزت و اعتبار و اون حیثیت بلوچی هست که شما در همچین شرایطی باید به خاطر خون جوانان بلوچ از خودتون شهامت نشون بدید، از خودتون اون به اصطلاح جوهر بلوچی را که بلوچ برای بلوچ برای به اصطلاح شرف خودش حاضر جان خودش، شما جان ندید ولی حداقل در اونجا در اون دفاع بکنید. این از این بالاتر سختی برای ملت بلوچ پیش نخواهد آمد. مشکلات از این بالاتر نیست. شمایی که در اونجا نشستید دفاع کنید، حداقل اگه نمیتوانید مجلس را ترک کنید اگر به حرفاتون گوش نمیدن. امروز خودتون رو نشان بدید که بلوچستان در چه حالی است. بسیار ممنون جناب آقای امیری، چون وقت خیلی کم است. جناب آقای سرخوش، در کمتر از 2 دقیقه پیام شما به نمایندگان مجلس. والا در درجه اول پیام من به جوانان بلوچ، وقت آن رسیده که نشستن و نگاه کردن به بقای بلوچستان باید به پایان برسه، بلکه وارد عمل بشید و اعتراضات خودتون را به جهانیان برسانید تا که ما شاهدیم کشتار جوانان، شاهد کشتار ملت بلوچ توسط بیگانگان در سرزمین آب و اجدادی خیش شویم. به پا خیزید مردم، ریش سفیدان، سرداران، نمایندگان مجلس. شما وقتی که الان بعد از اینکه 30 نفر را قتل عام کردند، اگر شما عکس العمل نشان ندهید فردا نوبت شما هم خواهد رسید. بنابراین وقت آن است که به پا خیزید، از ملت بلوچ دفاع بکنید، از بسیار ممنون و متشکر و به کمک آنها بشتابید. چون وقت ما کلن به پایان رسیده، پیام‌های خیلی زیادی رسیده، نمیتونم بخوانم. فقط یه بیننده‌ای که پیامش الان بازه نوشته که ما وقتی که سپاه را میبینیم احساس نفرت میکنیم و خشم تمام وجود ما را فرا میگیرد. بله، وقتی که در واقع نیروی و ارگانی که تروریستی باشد
جز این هم نمی شود که مردم از آن نفرت دارند. من تشکر می کنم از مهمانان عزیزی که در این بخش ما را همراهی کردند.